بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان اهل دانش و معرفت و شبکه اینترنتی پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت نهم از کتاب شریفی گلستان سعدی شیرازی و امروز مهمان سعدی هستیم با یک حکایت بسیار پندآموز و حکمت آمیز. سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید از زندگانی قطع کرده که ناگه سواری از در آمد و مژده آورد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف و جملگی مطیع فرمان گشتند. یکی از پادشاهان عرب در روزگار پیری بسیار ناامید و خسته و دردمند بود از اینکه پیر شده است، که در همین حالت بود که یک سرباز، یک سوار وارد کاخ پادشاهی شد و یک پیام داد. گفت ای خداوند، ای پادشاه، ما فلان سرزمین را گرفتیم و مردم و سپاه و پول و ثروت همه آن سرزمین برای توی پادشاه شده است. ملک را نفسی سرد از سر درد آمد و گفت، ملک یک نفسی سرد کشید، یک آه عمیق از روی حسرت و گفت این مژده‌ای که تو گفتی مرا نیست، دشمنانم را است. دشمنانم یعنی وارثان مملکت. گفت این مژده‌ای که تو گفتی که فلان سرزمین رو گرفتیم و ثروتمند شدیم برای من نیست. من که پیر شده ام و از دنیا خواهم رفت. این مژده برای کسانی است که بعد از من پادشاه خواهند شد. در این امید بسر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید. ثروت‌ها جمع کردم اما دریغ الان پیر و فرتوت هستم و نمیتوانم استفاده کنم و مرگ نزدیک است تا در خانه مرا بزند. امید بسته برآمد ولی چه فایده زانک امید نیست که عمر گذشته باز آید. این که تو گفتی ما بعد سرزمین دادیم، ثروت دادیم، بسیار خوب است، اما عمر من رفته است. آیا عمر من را میتوانی به من بدهی؟ آیا بشارتی میتوانی بیاوری که عمر تو را ما به تو بازگرداندیم؟ هرگز. کوس رحلت بکوف دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. وقتی مرگ رسیده است ای چشمان من با سر و کله من وداع کنید. وداع یعنی خداحافظی. ای کف دست و ساعد و بازو همه تودیع یکدیگر بکنید. ای کف دست من، ای ساعد من، ای بازوان با قدرت من، از یکدیگر خداحافظی کنید. چرا؟ چون در قبر دیگر اثری از شما نخواهد ماند. همه شما تغذیه و غذای خاک خواهید شد. بر من اوفتاده دشمن کام، آخر دوستان گذر بکنید. بر منی که مرگم نزدیک است ای دوستان، شما بعد از مرگ یاد از من بکنید. روزگارم بشد به نادانی، من نکردم، شما حذر بکنید. روزگاری من به نادانی گذشت، من از جوانی و عمر شریف خود استفاده نکردم، شما حذر بکنید. یعنی شما مانند من نادان نباشید. حال این دانایی در کجاست؟ این دانایی در بین همین کتاب هاست. این دانایی در همین گلستان ها و بوستان هاست. پادشاه میگفت که من همیشه نادان بودم، فکر میکردم که زندگی همش ثروت و مال و عیش و عشرت است، اما نادان بودم. حال که به پیری رسیدم میفهمم که مسیر و راه من غلط بوده است.
من نکردم، شما حذر بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.